سلام و درود. گپ و تران دومی برا و شاد که مرچی ما بلوچستان ملی مسائلان باره که 40 سال حکومت ملا و پیسر شاه حکومتشان باره گپ و تران کنه. مرچی ما یک ارزشمنده مهمانه چه کوپنهاگ دانمارک همراهیم واجه محمد کدخدایی و شاد که برنامه. باز مهربانی چه شما و هنچوش چه آریان تیوی که بلوچی برنامه شرکت و گپ و تران بودیم. باز مهربانی چه شما. زندگ باته. من پسر چهار چیز یعنی سر اصل مطلب رهیم. واجه کدخدایی ما مرچی که برنامه ها برحال 90 و خورده سال حکومت ایران مرکزی حکومت که بلوچستان اداره کنه برحال بلوچستان مغربی برا ما یک مرور یه مسائلان باره هستیم و پسر چهار چیزی ما شما را جست کنی که شما چه سالی فعالیت سیاسی شروع کتگ و کدی چه ملک دور و تبعید بیدید. مهربانی من البته وقتی فعالیت زمانی که من کلاس 3 راهنماییتون چه زهادان که من درس وانته چه بودن که تظاهراتون شروع بودگاتن بر علیه شاه من چه تظاهراتون شرکت کو برای ولایت مدرسه چه بودن معمولا منی کار در واقع در آتو مسائل شروع بودن بعد رنج چه بودن چون من تظاهراتون شرکت کو بعد منی خانواده معمولا پدا چه زاهده منشیه کو دیم دا پنوچ من در واقع کلاس سوم راهنمایی همو دا پنوچ خلاص کو که شهید زین دینی می رئیس مدرسه در آن زمان. البته خب بعدا من سازمان مجاهدین کار کرد، سازمان مجاهدین خلق هوادار بودم بازی سال سازمان مجاهدین خلق کار کرد. رنج چه سازمان مجاهدین خلق که همچین که آواره بودن یعنی دن چه خارج یعنی 1985 ما یحتگم 84 در واقع چه ملکا در کبتگم یعنی 1364 بوده یه حدودا. بعد مدت رایز رومبش بودم رایز رومبش کار کرده فعالیت سیاسی کرده رنج رایز رومبش کار حزب مردم بلوچستان کردم. زندگ باته. شما حزب مردم بلوچستان نامگه برحال حزب مردم بلوچستان سروک واجه ناصر بولیده هم مگوستی برنامه مهمان بیده و حزب باره هم ما بازبر کد و اساسا نشه که بلوچی فعالیت شما شروع کرده بلوچستان مسئله ما اشغال بلوچستان برحال یک مراسمی هم گوستگی ابتدا ظاهرا بلوچ فعالان ابتدا سالگرد اشغال بلوچستان ما به همین مناسبت شما رو سوال کنی یه جست ما کنی که برحال بلوچستان اشغال تا انی ایران حکومت بازی کوشش کتا که بلوچ فرهنگ و هویت یا برحال بلوچ هویت ملی و بلوچستان نامه گار بکند. شما بلوچ هایی که اروپا هات که سیاسی فعالیت کنگاه حزبی فعالیت کنگاه شما چه اقداماتی کتا برای اینکه جلوگیری بکنه چه یه قضیه برحال همی یکی هفته تو کام طرح تقسیم بلوچستان مسئله بدالت نماینده ایران پارلمان برتگو برحال بازی بلوچیا به غیر از بلوچستان نماینده پارلمان آدیگه بلوچستان تقریبا واکنش نشان داده و مخالفت کوته. شما نظر یه طرح شکل جلو و یه مخالفت هایی که انی بیگان یه مخالفت شما کافی گندگاه که یه طرح جلو گرک بیت یا نه به نظر شما هست که ایران یه برحال کارا کند بلوچستان تقسیم کند؟ اشغال بلوچستان در واقع 1928 شروع بود زمانی که رضا شاه حمله که بلوچستان و بعد از اینکه حکومت دوست محمد خانی شکست داد و عملا اعلام میکنه که ما بلوچستان فتح کرده بچه آ زمان تا به حال مروچی ما گندگن که سیستم حکومتی در واقع به دنبال تجزیه بلوچستانه تجزیه و تقسیم سرزمین مردم بلوچه و ما شاهد بودیم که در زمان شاه بلوچستان در 4 استان تقسیم بود بحرش کو یک قسمتی داشت خراسان و یک قسمت کرمان و یک قسمت هرمزگان و یک قسمتی هم جنند بلوچستان و سیستان پس کرد. البته سیستانش بعدم گو بلوچستان هور کرد چون قبلا فقط بلوچستان هست. سیستان جز خراسان هست که بعدا که در واقع سیستانش خراسان دور کرد به بلوچستانش وصل کو بدونی که سرزمینایی که متعلق به سیستانتن جز بلوچستان بکنن فقط نامش ایهر کن و الان یه نظام
چون در واقع در حال طرح و برنامه ریزی هستند که پدا بلوچستان رو به 4 قسمت تقسیم بکنند. یعنی کل سرزمین بلوچستان مغربی در واقع به 8 استان تقسیم بوده و این باعث بودن که هرچی استان سرزمین تقسیم بوده خب مردم هم تقسیم بیان، مردم زور و توان په حق گرگ کمتر بوده. برای اساس چون رژیم متوجه هستن که تنها راهی که باید بلوچان ضعیف بکنده و آن هویت ملی پاک بکنده، در واقع کو تقسیم بلوچستان و گار کردن نام بلوچستانه. و همچنین ما شاهدیم به خاطر اینکه هویت مردم بلوچ پاک بکنده، بعضی شهری هم نامانش بدل کردن زمان شاه، خاطر اینکه شاه گار باید. چون معمولا که بعضی معتقدن که زمانی که 50 سال بگذیده در واقع حافظه تاریخی مردم کلا چی بوده؟ شموشیت آچیا که مثلا ایران شهر نامی پهره یا زاهدان نامی دوزاپه، یعنی 50 سال بگذید که مردم شموشن شانا و برای اساسشان یه تهران تقسیم های دراز مدتی هستن که شان ادامهش دن. من معتقدم که در هر صورت یه رژیم تصمیم گرفته که بلوچستان رو تقسیم بکندن، چون با توجه به شرایطی که ما گندگی دولت سرکاری احته تمامی سپاهی و پاس دارند و یه تصمیمشان گرفته یه کار رو بکنند. ولی اگر چنانچه اتفاق بکپیته به احتمال زیاد مشکلات بازین پا مردم بلوچ که 100% پیش ها ولی به نظام احتمال هم پیش بیا بشه که به احتمال جنگ خانگی و جنگ داخلی هم یه قسمت آغاز بود اگر چنانچه همچه اتفاقی بکپیته. دقیقاً من وقتی سوالا یکمی واضح تر جز کنم میشه که اگر یه اتفاق بکپیتیم فعالین بلوچان از جمله خود شما چه اقداماتی بعد از این اتفاق مثلا برنامه ریزی کنید؟ شما واکنش بعد از این اتفاق مثلا چیه و برنامه چیه که بلوچ فعال و بلوچی سیاسی سازمان چه فعالیتی بعد از این اقدام لطفا بکنند؟ می واکنش پیش یه کار هستن در واقع چون که باید مردم بلوچ آگاه بکنه. اگر چنانچه یه اتفاق بکپیته ما شاهدیم که بلوچانی که تا کرمانند تا هرمزگانند تا خراسان جنوبی هستند وضعیتش باز بدتر و خرابتر چه بلوچانی که تا خود بلوچستان هستند. در واقع یه عمل یعنی بین برای بلوچستان که در واقع هستی و نیستی مردم بلوچه معلومه مردم بلوچ واکنش پیش دارن و به راحتی به ساده هم امکان نیستن. ما شاهدیم که بلوچستان مشرقی زمانی که گوادر تحویل چین دیگ بوده بلوچستان اعتراض کو و در واقع جنگ داخلی که تا قسمت شروع بوده از زمانی که شروع بود که گوادر تحویل دیگ بوده به چین و هنگه هم ادامه هستن بازی کشتاری بوده بازی بلوچی هم کشک بوده و بلوچستان هم امن نه پا مردمانی که بیان بلوچستان کار بکنند. بنابراین امنیت ایجاد نبود، این غیر ممکنه با وجود اینکه نیروی نظامی بازی نیورده ولی خب بدون امنیت معمولا خب هیچ امکان عمران آبادی به وجود نیا. یعنی تا زمانی که بلوچستان دست اداره کنترلی دست خود مردم بلوچ بوده امکانی که منابع ذخایر چیزی که هست داخل بلوچستان کسان دیگه بیان استفاده بکنه امکان نیست. دقیقاً چه که بلوچ زانتکاران اکثرا یه برکنه گویند که اگر امکانی هست ایران وشه من بوده توسعه کارون کارخانه کارون مدرسه و به هر حال امکانات کارون یه امکانات پرچی په بلوچ نه یاره و این چوس انی 40 سال این رژیم به هر حال حکومت کنه که اگر ما مرکزی حکومت بچاریم 90 خورده ساله که ایران مثلا حکومت بلوچستان تو مسلط بیته یه امکانات پرچه بلوچ تو نیاره و اشکانی لوٹ 5 میلیون نفر بیاره و شما یه امکانات و 5 میلیون نفر دیو شما اشاره کو به این مسئله که گوادر پیش از برال گوادر تحویل چین ده یک بید بعد ودا یک انقلاب مزن نواب اکبر بوکتیا و برال بلوچ سیاسی لیدران شرقی بلوچستان تو شروع کرد. آیا بلوچستان غربی بلوچستان یه بستر فراهمه که مردم وارد صحنه ببند تو انچو که شرقی بلوچ پادت کن یک مزن انقلابی جوړ بکنن؟
در رابطه با تقسیم بلوچستان تا جایی که ما گندگیم پهکیم بلوچ متحد و یک کند صرف نظر عقیده و مرام و طبقه و طایفه و هر طبقه هستند. یعنی در رابطه با تقسیم بلوچستان پهکی مردم بلوچ مقاومت کنند و هشدار دهند که دولت ایران که یک کار صرف نظر بکنه پچه که یه اتفاق بکفیته مشکلات گشتر بند و حرکت هایی که مسلما حرکت هایی که غیر قابل کنترل وجودیاند و در همچین شرایط امکان جنگ‌های خانگی سگباز هسته. ما نیروی سیاسی هم هشدار دادن به جامعه جهانی هم گشتگن که بایستی دولت ایران هشدار بدن که یک کار صرف نظر بکنن پچه که یک کار مشکلات مردم بلوچ و مشکلات مردم ایران گشتر کنتن کمتر نکنتن و هیچ گونه عمران آبادی در تقسیم هم وجود نیاد. آنچه که مسلمه آن نگاه امنیتی که دولت مرکزی نسبت بلوچستان هستیم باید نگاه امنیتی را دور بکند. مردم بلوچ اگر واقعا جزء ایرانند به یک نسبت به یک اندازه بایستی پیشرفت صورت بگیرید، ولی ما گندگیم که چوش نه که بلوچستان در واقع به عنوان یک سرزمین اشغال شده اداره بیگه و حالت استعماری هستیم، مستعمرات داخلی هستن، یعنی به شکل مستعمره کنترل بیگه. تمامی که افرادی که حکومت کنگن در واقع استاندار و فرماندار و نیروهای تصمیم گیرنده داخل بلوچستان غیر بلوچن، یعنی در واقع کاملا یه شیوه استعماری و تبدیل بوده و دولت ایران این مسئله استفاده کنه برای مردم بلوچ به شکل مستمره. زندگی وقت شما به اشنه که شما برای جامعه جهانی هم یه گزارش انده گاه و برای وداگاه ارتباط توکا که بلوچستان مسائل و مشکلات مطرح بکنه و شما وقت هم پیسر چه اشنه که کرونا به دنیا بگیرید برای چند سال پیش گو ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان ملاقات بیته، گو خود پادشاه عربستان ملاقات بیته در رابطه با همین مسئله بلوچستان به نمایندگی از حزب مردم شما سفر کرده. شما وقتی یه سفر باره هم پا بلوچ معلوم واسه یک توضیح بده چه که بازی مردم من دیسته یه جستا همیشه مطرح کنند که بلوچستان سیاسی لیدران خارجی سفران روند برای آمریکا، کنگره روند، اتحادیه اروپا یا عربی کشوران تو که مردم گزارش لوٹه مردم لوٹن بزانه که شما یه سفر مثلا چی گپ بیت چی گوشک بیت و اساسا نظر عربستان سعودی و پادشاهی سعودی در رابطه با مسئله بلوچستان چیه؟ مشکلی که کشورهای عربی هستیم، نه فقط مسئله عربستان سعودی نسبت به بلوچستان، مسئله پاکستانه که در واقع اینا یک مشکلی هستند که در واقع پاکستان مزنی مانع که بلوچان کمک کنک ببیند در یه زمینه. بنابراین سفری که ما را هست در سال 2017 کرد و ترک و عرب و بلوچ معمولا دعوت کنک بود تا یه سفر تقریبا سفر حج و بلافظ یک سری ملاقات هسته، ولی هدفش که یک سری برنامه های مدیا و تلویزیونی یه مردمان رو کمک بکنن که متاسفانه یه برنامه تلویزیونی بجای اینکه بلوچ و کرد و عرب رو کمک بکنن که همچنین که پگجران رسه که نتیجه همه اینترنشنال بود که در واقع قرار همچین تلویزیونیه که بلوچان رو یه دیگه کاملا بدهند، متاسفانه ما نرسید. یعنی در واقع عربستان سعودی پیش اینکه بلوچ کمک بکنه یا کرد و ترک و عرب کمک بکنه گجران کمک کنه. ما گندگی مروچی تلویزیونی که با این چو امکانات در اختیاری هشته در مرحله اول قراره که یه تلویزیون در پی دیگه ملیتان دیگه بود که دیگه نبود متاسفانه. دقیقاً یه شرایط مرچی شیم آریان تیوی یا کردستانی سازمان بیارل ما واسه فراهم کتا که ما بیاییم بلوچی زبان برنامه دا اجرا بکنه. بعد شما مثلا جامعه بین‌المللی اساسا نظر جامعه بین‌المللی اتحادیه اروپا هم برای شما و سازمانی که شما فعالیت کنید یه مسئله مطرح کرده و اخیراً شما گزارش در رابطه با کشتار سوختبران بلوچ هم انچو که برای رسانه‌های نزدیک به حزب مردم بلوچستان یا بلوچستان استوانگل اعلام کرده که یک گزارش تحویل سازمان ملل داده در رابطه با کشتار سراوان، معروف به کشتار سراوان. البته
کشتار سراسر بلوچستان سوختبرانی اتفاق کرده. شما یه گزارش باره شما را جزئیاتی هستی که به ما توضیح بده؟ البته جزئیاتی باید گروه حقوق بشر باید جست بگیره، ولی گزارشات در رابطه مسائل حقوق بشری هستند. گروه حقوق بشر بلوچستان یک گزارشان مرتب به شکل ماهانه تنظیم کنده و به مسئله به جاهای مختلفی که لازمند دیمدهک بیند و همچون همکاری نزدیک با UNPO هسته و امنیستی اینترنشنال و گروه شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند که در واقع گزارشان دیمدهک بیند و به اضافه به پارلمان‌های مختلف اروپا، کنگره آمریکا و جاهایی که لازمه که گزارشان دیمدهک بیند به زبان انگلیسی تنظیم بیند دیمدهک بیند که در جریان مسائلی که در اتفاقاتی که در بلوچستان کفک قرار بودند. یک گزارشان به طور سیستماتیک گروه حقوق بشر بلوچستان معمولا یک کارانه کند و امیدوارم که یک گپوتران گروه حقوق بشر بلوچستان بکنید در رابطه با جزئیات یک گزارشان چطور کنند که پچه آیان گشته در جریان یه مسائل هستند. حتما زندگ باته. اتفاقا من سوال چه شما را سک بازند مرچی من وعد این چونه ولی ما و سوالان تقریبا تا جایی که وعد ما را امکان بدن ادامه دهیم. امی واسه موضوع مختلف موضوع به هر زمان کمی ایر کنگاهی عوض کنگاهی سری هر یک که چه سوالان وقت یک برنامه اندازه باید طول بکشیم مخصوصا طرح تقسیم بلوچستان و سوالایی که مطرح بیتن. بعد دیگه مسئله ایشه که جنینانی مسئله به هر بلوچ جنینانی جمعیت هم اروپا تو که تقریبا باز بیت انی یک سازمان به نام صدای زنان بلوچستان تاسیسش کته و شما یک چه کسانی بیت که به هر حال یه قضیه تو که یه سازمان تاسیس کنه شما را گم بلوچ جنین همکاری بیت تا یه سازمان وقتی که تاسیس بکنه شما ایش باره مواسطه توضیح بدیه پدا یک کامل مشخصین توضیحش که بلوچ جنین نزدیک یک قرن پس از استعمار بلوچستان انی چه جایگاهی تو کام جامعه بلوچستان تو که چه خارج از بلوچستان تو که شد رنچ انقلاب خوشبختانه مسئله که پیشیخ داخل جامعه بلوچستان تحصیل جنینان است که خوشبختانه مسئله باز دیمای حتی جنینان مروچی تحصیل کرده اند دارای شغل و کارند و دانشگاهی هم وانتگش زاندکارند و شین جای بسی خوشحالی هست که یه مسئله در همین زمان جمهوری اسلامی پیش حتی و به حقوق هم آگاهند و برای اساس فعالین زنانی که داخلند فعالین زنانی که خارج بلوچستانند در حال کار کوششند که مسئله جنینان را به یک شکل به نمونه مطرح بکنند و فعالیت‌های صنفی حقوقی و مسئله برابری بین زن و مرد این مسئله باید مطرح کنند که شین باید دیما بیا و به شکلی زنینا خب در حال برنامه ریزی و همچنین تو گشت در حال تأسیس وتی سازمان هستن که بتونه وتی فعالیتانا سازمان یافته بکنن ارگانیز بکنن هم در جامعه جهانی گشتر فعالیت بکنن هم در ارتباط با مسئله داخل گشتر کار بکنن و یه مسئله کو جای خوشحالی این که بخشی چه جنینانی که دنچه بلوچستانن کدمش چیز کتا و لوتن که کار بکنن امیدوارم که یک برنامه خاصی در رابطه با جنینات باید بله که بچه که آیا وقت راحتر تارن یه مثلا شرط توضیح بدن که چونکا کار کنند و برنامهش چیه و هدف اهدافش چیه اور چونکا تارن مسائل جنینان و مسئله بلوچ و فرهنگ و مسئله برابری و فعالیت آدیگه جنینان دنیا چونکا کار بکنند. منی حالا یه وقت یک برنامه کاملی هستن که اعضای بلوچستان جنینان برمش فکر کنم نامینی که بودن بیان تو وقتی برنامه بگشند فکر کنم و یک دعوتی با چه هم بکنید تو که بتوانند وقتی پروگرام معرفی بکنند.
یه بانوکان پیستر دعوتم کتگ و قراریم به زودی یک برنامه ما بانوکان و بلوچستان جنینان باره کل جنینان باره خبر بکنیم، مخصوصا همین سازمان زنان یا صدای زنان بلوچستان که تازه تاسیس بیتایش باره ما حتما بانوکان انده خبر کنی. بعدش که شما به هر حال مرچی برنامه شرکت کردیم اوتی بازی جستن که بازی جستی مردم هم چه شما را بیت و ما درو نوشتگان چه شما را جست کنی. اشه که یه بلوچانی برال فرنگی فعالیت شما یکی چه پیشگام و پیشانگان بلوچان برال اروپا تو که یه سالان تو که همیشه فعالیت بیت و بازی کار شما از نظر فرنگی و اجتماعی که بلوچان اروپا بیتگان شما برال امراداری کردگان. من جستنی اشه که بلوچانی انجمن مثلا سوئد، نروژ، دانمارک یا مثلا بریتانیا که انی آلمان هم فعالیت کنگان برال اشان انی مثلا چه وضعیتی تو کنن وضعیت مثلا سوئد بلوچ معمولا فعالیت پیسر بیت انجمن بلوچان سوئد رستم میرلاشاری و سنگتانی که یه انجمن داشته بیت انو شما من واسطه بلوچانی هم فرهنگی فعالیت هایی که خارج از کشور کنگان هم یک توضیح بده. کارهای فرهنگی معمولا چه اوایلی که بلوچ حرکت اروپا تازه باز فعالیت بلوچان هم انجمن نروژ، انجمن سوئد، انجمن دانمارک، انجمن انگلیس 4 تا انجمن فرهنگی باز فعال بودن که نشریش داد تا انجمن نروژ معیاری داد و انجمن سوئد هم یک هم نشریش داد معیار و یک دیگر نامش موشته البته شام به طور مرتب نشریش داد برنامه فرهنگی هرکتا هنچون انجمن دانمارک هم مرتب برنامه فرهنگی هرکتا بعد داخل جامعه دانمارک هم فعال بودن داخل جامعه سوئد و انگلیس و نروژ بلوچان فعال بودن بلوچستانش در واقع معرفی کتا بلوچ فرهنگش پیش داشته و شین یک مزین کمکی بوده ولی بعد مدتی انجمنان تقریبا فعالیتش کمتر بوده مروچی ما گنده که البته انجمن نروژ مگر فعاله سوئد هم فعاله ولی دیگه جهان انجمن فعالیتان کمتر بودن ولی امیدن که نوکین بلوچ که یحتگن چه بلوچستان بلوچانی که 5-6 سال پیش یحتگن تازه واردن اروپا یه بلوچان پدا هم جهد و تلاش کردن که انجمنهای فرهنگی بلوچ ها در کشورهای مختلف فعال بکنند که بلوچ دو رویدگاه معرفی بکنند در جامعه جهانی به شکل‌های مختلف که هستند. دقیقاً من اصلا دو رویه دیگه که شما اشاره کرد دقیقاً دو رویه دیگه یک مسئله که بلوچان به هر حال ایش سر باز تاکید کنه گوند بله ادا یک مزنه مسئله دیگه هستی یک بخش چه مذهبیان یا مولایان بهترین بگوشیم سک اصرار کنگان که مثلا لاتی مسائل سنتیان سر پافشاری کنگان و بخش دیگه که دانشگاهی و تحصیل کرده یا مثلا یا بخش لیبرال جامعه به هر حال دو رویه دیگه به یک شکل دیگه مثلا اصرار کنگین که به هر حال به نمایش گیر بکن شما مثلا یه تضاد الکنگ واسطه چه برنامه هستین حالا مثلا شما یا حزب مردم بلوچستان برای دولت آینده بلوچستان تو که مثلا شما مثلا یک دولت فدرال لوٹگاه ایران تو که آیا این دولت فدرال این تضادی که جامعه بلوچستان از نظر فرهنگی مثلا به وجود داد که برای یه 40 سال حکومت مولایان این تضاد الکنگ واسطه شما چه برنامه هستین؟ مسئله فرهنگ بلوچان در واقع 4 طرف مورد حمله قرار گرفته از طرف گجران از طرف افغانان از طرف پنجابیان و از طرف عربان یعنی هر طرف اگه مردم بچاریته مسئله فرهنگ بلوچان در واقع در داخل منگنهش قرار داده و فشار یارگن و اینا ما در واقع در محاصره فرهنگی دیگه فرهنگانه در واقع و شین مزنی مشکل پمی جامعه ارکوتا با وجودی که مردم بلوچ مقاومت کنن در مقابل فرهنگ بیگانگان از جای مختلفی فرهنگان وارد بگن البته خود تاثیر اشتد جامعه بلوچستان پچه که هم ایران جمهوری اسلامیه
هم افغانستان جمهوری اسلامی، هم پاکستان جمهوری اسلامی، هم کشور عربی هم نامش جمهوری اسلامی نه ولی به شدت مذهبی اند. و یه مسئله در واقع که با توجه به جو خفقانی که بوده و بلوچ هم میدیا هم نبوده یه مقدار تاثیر جامعه بلوچستان هشته، ولی باز هم سخت مهمه که بلوچ و تا بلوچ بداری و فرهنگ فارسا یا فرهنگ پشتون و افغان یا فرهنگ پنجابی عرب و تی فرهنگ پود بدارند. پس که می دود رو بیدک فرکنده آنی دود رو بیدک فرکنده ای نظر حفظ مسائل فرهنگی دود رو بیدک سخت مهمه که ماگنده البته که بازی انجمن فرهنگی داخل بلوچستان هسته فعالیت کنن. حتی اول انقلاب دهلانش پروشته مثلا نشتند که دهل بجنند، ولی الان آزاد بوده، یه مقدار جو بهتر بوده بچه که نتوانند با شکلی که دلش کشی آوتی بسرعت چیانه پیاده بکنن، مردم مقاومت کنن در مقابل یه فرهنگ بیگانگانی که وارد جامعه بلوچستان بوده. و سیسک مهمه که جوانان بلوچ واننده و آگاهند و توانند در مقابل یه فرهنگ بیگانگان مقاومت بکنند، به تی فرهنگ و دود رو بیدگاه دیما ببرند. شین سک مهمه که مردم بلوچ مسلمانند که چه بلوچی مسلمان نبود چه دیر مدار مسلمانند و شین چیز جدیدی بنه، ولی فرهنگ مردمان فرق کنده. یعنی هر جامعه هر قومی و تی فرهنگی هسته و تی لباسی هسته و تی رسم و رسومی هسته که آنی رسم و رسوم کاری به دین اسلامشان نیسته. بچه آنی رسم و رسوم بازین و تی رسم و رسوم جدا کنند که دین یا مسئله جداین. در واقع دین چه سیاست کلن جداین، دین چه فرهنگ جداین و شان سک مهمن که می جامعه یشان باید متوجه بود شان جدا بکنند. چه مسائل مذهبی، مسائل فرهنگی و مسائل سیاسی با جدا کنگ بیان در جامعه. کاملا درسته، شما دقیقاً بهترین اشاره کرد. بله پدا شما وقتی گپ تو کام دقیقاً مثال جد که افغانستان مثال جد با توجه به که افغانستان و اصلا حکومت قبلی هم جمهوری اسلامی افغانستان که یعنی امارت اسلامی افغانستان بید که اسلامی تر بید. برحال طالبانی اگر افغانستان گان 100% جامعه بلوچستان تاثیر 100% به تاثیر ایرکند و یه سعی جمهوری اسلامی یا امارت اسلامی که برال بلوچستان معاصره کتگ هم تاثیر ایر کتگ و هم تاثیر ایر کنند و آب بخش اشن که مذهبی افراطی که جامعه تو که برال اصرار کنگیم به اشن که عمله بکن به دو بیده و فرنگی مسائل آم برال گیشتر ضرر رایی عمله آن تو که حالا ضرر کل جامعه بلوچستان گیندید بله گیشتر عمله و تیگه آیانی که برال جنین آن مثلا شامل بید، یعنی بخش زنان جامعه عمله بگین. شما نظره بلوچ جنین توانا و تا برال برک کنند چه عملاتی که یعنی هستن برال تا حدود موفق بیتگن و امیدواریم که برال موفق بمند. شما مثلا یه موفقیت در چه ساعتی گنده باید؟ بسیار چیزی که من مشاهده کنم چه اوایل انقلاب بلوچستان تنها جاهیه که جنینان چادر سیاهی سر نکن، یعنی پهکین جاهیه جنینان چادران سیاه هستن بجز بلوچستان، پچه که رنگ سیاه فرهنگ بلوچی علامت جنوزامیه. زمانی کسی که مثلا سیاهی پوچی جانه یعنی که سیاهی چادر سر کنده، ولی تا 10 سال اول انقلاب تو یه چیزا نگنده، یعنی پهکین جنینان چادر رنگی هن، ولی 10 سال به بعد یه مسئله بدل بود و مروشی مانگنده این که یعنی همه چادر سیاه بلوچان جنینان سر کته، یعنی در واقع قبول بخشی چه فرهنگی که معمولا در تضاده با فرهنگ مردم بلوچ کاملا و شین الان عادی بوده، یعنی پهک چادران سیاه هن یا اینکه چیان سیاه و شین عادی بود. در واقع به یه شکلی معمولا فرهنگان به مرور زمان که جامعه پشمه بوده خب اثر هلن و شین در واقع بایستی وظیفه جوانان وظیفه جنینان که بایستی در رابطه با مسئله فرهنگی مقاومت بکنند در رابطه با زبان و هنچوش آدیگه مسائل هستن، بخصوص مسئله چادر که در واقع در تضاد کاملا در تضاد فرهنگ بلوچیه و قانون غرب بلوچان هیچ برچه
کسی که جنازام نبوده چه چادر سیاه یا چه سیاه استفاده نکرده، ولی متاسفانه موردش خیلی عادی بوده پاک استفاده کردن و این مسائل معمولا به ضرر مسائل فرهنگی هستند. شان مزنه ضرری پا ما وارد کنند که می دود رو بیادگاه خراب کنند و می جامعه منحرف کنند و در واقع همه اثرات فرهنگی همسایگانند که شان پا ما رسگند. امیده که بلوچ باید آگاه بودیم بزانند که فرق فرهنگ دود رو بیادگاه بلوچ گویدگران چیه و چیه بوده. دقیقاً درسته. شما همسایگانی فرهنگ اشاره کد برال منی بخش چه سوالا حضور طالبان بشن که کابل فتح کد و برال افغانستان مسلط بیت یه طالبانی آیگا شما موضع ایشن که باتی شخص محمد خالد خدایی سازمانی که محمد خالد خدایی کار کنگی و ایشن که تاثیر حضور طالبان افغانستان و بلوچستان تو چی و چه تاثیری توانی بلوچ ملت سریر بکن؟ بشد طالبان که 20 سال پیش که حکومتش کو مردم بلوچ کاملا مخالف طالبان هست. یعنی آنی دیدگاه آنی فکر تو جامعه بلوچستان نیاد. جامعه تحصیل کرده بلوچ و مردم عادی بلوچ کاملا 100% تفکر و دیدگاه طالبان مخالفند و مخالفتش کو و مروش ما گنده که دیدگاه طالبان هسته جامعه مردم بلوچستان پذیرایی نکنده، یعنی حاضر پذیرش همچین عقیده و فکر نه اینکه مثلا جنینان میلان درس بوانند، جنینان چه دوار در مکپند، کار مکنند، بازار مرند، مسافرت مکنند و بعضی مسائلی هستن گشتر که برگردی پا جنینان و شی قابل قبول پا جامعه بلوچستان نه، یعنی فکر مکنند تا یه حد حدود مردم بلوچ اثر بلد چه افکار طالبانی که در افغانستان هست. متاسفانه بخش چه ملایان چه طالبان حمایت کد که جای بس تاسف این که معمولا خود طالبان خود با توجه به نه انتخاب بودند نه کسی انتخاب کرده پزور یعتگند کشورهای اروپایی و پاکستان یورده ودان انداینتگند مردم افغانستان مخالفند. زمانی که مردم افغانستان با همچین گروهی مخالفن موافقن بهتر همشه که سکوت حداقل بهترین راه چه حمایت کنه اگه علنی پچه کشین به ضرر جامعه بلوچین به ضرر ملان تمام بودیم به ضرر پاکی منطقه که حمایت کنه چه طالبان در شرایط فعلی که هیچ حق حقوق کسی به رسمیت جا نیارند. حق حقوق مردم افغانستان به رسمیت جا نیارند و حق حقوقش سلب کتا چه مردم ها باشی جای بسی تاسف این که یه کار کنگن. درسته. یک برای افغانستان هم یک استان کاملا بلوچ نشینی هستین برای یک باره چه بلوچستان بهتر باشه که برای تقسیماتی که بیت برای انگلیس ها استعمار انگلیس یا دیگه برای دنیای قدرتان کتا بلوچستان یک باره افغانستان تو که انی وضعیت بلوچایی که نیمروز زرنج نشته آیا این وضعیت مثلا چطور این طالبانی حکومت شما این موضوع 100% دنبال کتا و انگت هم دنبال کنگاه شما یک توضیح در مورد وضعیت بلوچانی که انی تحت حاکمیت طالبان این وضعیت واسه یه جزئیاتی ما رو بده. البته بعضی بلوچه که فعال بودند یعنی کار سیاسی فرهنگش بوده بازین در کفتگند چه قسمت بلوچستان پچه ترس طالبان بخشی که باقی مانده مجبورن که طالبان همکاری بکنن یعنی بسازن چون دیگر راهش نیستن در مقابل طالبان ولی وضعیتی که بودن فعلا حاکمه مسئله در واقع مسئله آب نان این بودن فعلا مطرحه که مردم افغانستان در شرایطی که قرار گرفتن حالا چه بلوچ غیر بلوچ که بودن هستن مسئله تامین خوراکنش که طالبان منطقه که شترکا مردم چه کجا غذا بیارن برن و یه مزنی مشکلی که بودن فعلا مردم هستن تا برسی به بقیه کارانی که هستن از جمله شریک در حکومت متاسفانه بلوچان شریک نه در دولت افغانستان در حکومت و سرانی که هست. البته خب لحظه ملا ممکنه مثل طالبان فکر کردن که شغل مقامش دادگند ولی شیم به نفع مردم بلوچ نه بچه که طالبان عمده پشتونن و در واقع یک قومی بودن
حکومت کنگیم، مثل ایران که در واقع گجر یا پارسا حکومت دست مایمانه انگوشی ما باید حکومت بکنیم، حکومت می دسته بود و تا افغانستان پشتونا هم گوشن که ما باید حاکم ببینیم، ما باید حکومت بکنیم، و تا پاکستان پنجابی گوشی ما باید حاکم ببینیم، حکومت بکنیم، آدگرا می زیر دست ببینیم. و دقیقا این مثلا تا افغانستان پیش آگه که یک قومی بودن حاکم بودن و باقی زیر دست ببینیم. و شی در واقع طرح کشورهای آمریکایی و پاکستان هست که معمولا طالبانش جوردن و اگر نه خب طالب به راحتی و نه هستن. متاسفانه مصیبت با مردم افغانستان پیش هسته. امیدن که حالت وضعیت بهتر بودن که بتوانند آدیگه قومان آدیگه ملیتان که داخل افغانستان هستند در حکومت شریکش بکنند که بتوانند ملک ها کنترل داره بکنند. درسته، شما به حکومت اشاره کنید که مشارکت به ملیتان، بله متاسفانه صحیح همسایگانی که اسلام ابزار کتگ بله وقتی ملی مسائل با ابزار اسلام دیما برگان و اصلا قصدش یا ایشان تو نیست که حکومت مشارکت بده. انچه که ایران حکومت گندگان، ایران حکومت ای تاکید کنه که حکومت افغانستان تو که باید همه شمول ببید، حکومت افغانستان باید مثلا تک زبانی مبید، در حالی که آیه وطنی 40 ساله حکومتی مثلا یک دست شیعه 12 امامی سری داشته، البته ما مخالفتی که شیعه 12 امامی نیست و منظورش که حکومت یک دست داشته، زبان رسمیت نداد، ملیت رسمیت نداد. یه 40 سال چه افغانستان نوکین دولتی که طالبان تاسیس کرده به زور و توپنگ آت کردن، چه طالبان لوچید که برای شما رو وزیر شیعه و سنی و غیره ببید، بله وقتا 40 سال وزیر سنی نبید تک. این مسئله وقت پیش داره که اشان اسلام یک ابزاری کته. واجه محمد من شما را اشن که وعد من شما کم من آخری جسمنی اشن که شما یک پیام پا من چارو کم بده برای همین نسل جوان، نسل دانشگاهی که برای ابتگی بینشته بیتا که شما گپان گوش بدارید، برای شما همیشه من گندگم فضای مجازی ای نسل جوان همیشه چه شما را و سیاسی لیدرانی که برای اروپا و غربات که زندگی کنگان هستند، شما یک پیامی پا بلوچستان نوکی نسل بدید و ما وقتی برنامه گوش شما پیام تمام کنید. البته من خاص پیامی نیستم، ولی آنچه که مسلمه که نوکی نسل و تا بلوچ بداری، بلوچ فرهنگ حفظ بکنته، پچی ساک مهمه. اگر چی ما بلوچی حاکم نه انت بلوچستان، بله اگر ما تا بلوچ بداریم، یعنی بلوچیت و تا عیبه مبرین، رسم رسومی که هستنه، بسیار ارزش‌های جامعه بلوچستان حفظ بکنه، بلوچ بمانه، مطمئنا هیچ مشکلی پر ما پیش نیاد، چون بخاطر اینکه حکومت‌ها معمولاً گزند رایند، ولی آنچه چیزی که پشکپی بلوچستان پشکپیته و شین وظیفه جوانان بلوچن که ارزش‌های جامعه بلوچستان که در واقع ارزش‌های بسیار مدرنی هستند که چمه نیاکان احترستگان پا ما در واقع بلوچستان یک تمدن دیرینه هستی، یک تمدن باز چندین هزار ساله هستی و یه می رسم رسوم رواج در واقع می میراث هست، بلوچ میراث هست. اگه یشان ما حفظ بکنیم بداریم، مطمئنا هیچ مشکلی پا ما پیش نیا و نسل آینده یه میراث و یه ارزش های فرهنگی نیاکان ما رو حفظ کنته، معیار جلیه و احترام برابری جنین مردی نه. تجامع بلوچستان همیشه یه مسئله بوده، عیسی پدین موسی پدین همیشه تجامع بلوچستان یه مسائل بوده. بازی ارزشی دیگه می جامعه توکا هستن که شام به عنوان ارزش‌های بلوچی حشر و مدت که بلوچی در جاهای دیگه دنیا استفاده بکنند، بله می جامعه توکا در هر صورت اگر مردمشان رو بچاری باید به نام بلوچ ثبت بودی، یعنی مثلا حشر و مدت و پناهندگی و معیار جلی شان که بخش دنیای حقوق بشر مثلا خبر کنند و کشورهای غربی چشان استفاده کنند، شاید در واقع چه می فرهنگای هستند تو چه می دو بیادگای هستند تو مروچ دنیا استفاده کنند چایشان. من هم سخت شهر که بلوچ و بلوچ بداری
تا اینکه یه حکومتان یه نظامان خلاص بیان تو تمام بیان تو ما پش کپیم و بلوچستان پش کپیم. منتوار واجه محمد کدخدایی که شما وقتی وقتیش مرچی میں برنامه گپ پتران برنامه شرکت کو من باز چه شما منتوارم. منتوار شما و هنچو آریان تیوی. بانوکو واجه باز منتوار که شما هم وقتی وعد اشت و مرچی میں واجه محمد کدخدایی گپ شما گوش داشتند. تا دیگه هفتگی شب و روز باش.